سوره عنکبوت یعنی ترتانک در مکه نازل شده است و از 69 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. آیا مردم پنداشتند که چون بگویند ایمان آورده ایم و به یگانگی الله و رسالت پیامبر اقرار کرده ایم رها شوند و دیگر رنج و سختی هایی که باید در راه دین الله تحمل کرد آزمایش نشوند؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. البته مردمی را که پیش از آنها بودند با نوعهای تکالیف و مشقتها و با نعمتهای گوناگون و سختیها آزموده ایم تا به تحقیق الله کسانی را که راست گفتند معلوم نماید و دروغگویان را جدا کند. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. آیا آنهایی که مرتکب گناه می شوند گمان می کنند که از ما پیش دستی می کنند و از حوزه قدرت ما می گریزند و از ما رهایی می یابند؟ چی بد داوری می کنند؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هر کس که به دیدار الله امید دارد باید بداند که وعده الله حتما آمدنی است و او به گفته ها شنوا و به کرده ها داناست. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هر کی در راه پیشرفت دین الله و انجام عبادت ها جهاد کند بیشک به فایده خود کرده است. به تحقیق الله از همه جهانیان و طاعت و عبادت آنها بی‌نیاز است. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. گناهان آنان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند حتما نیست میکنیم و البته بهتر از آنچه عمل کرده اند پاداششان میدهیم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. و انسان را فرمان دادیم که به پدر و مادر خود نیکی کند و اگر آن دو بکوشند که به تو چیزی را که به آن آگاه نیستی شریک من قرار دهی اطاعتشان مکن. بازگشت همه شما به سوی من است، پس آنگاه شما را به حقیقت کارهایی که می کردید حتما خبر می دهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. و کسانی را که ایمان آوردند و کردارهای شایسته کردند در گروه صالحان در آورده ایم. ومن الناس من يقول آمنا بالله
فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بعضی از مردم میگویند به الله ایمان آورده ایم و چون در راه الله آزار ببینند آن آزار را مانند عذاب الله شمارند و چون از سوی پروردگاری تو پیروزی به شما مؤمنان رسد میگویند هر آینه ما نیز با شما بوده ایم. آیا الله به آنچه در دلهای مردم جهان میگذرد آگاه‌تر نیست؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. البته الله میداند که مؤمنان چه کسانند و منافقان چه کسان و این دو گروه را با وسیله آزمایش در سختی ها از یکدیگر جدا می سازد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. و کافران قریش به مؤمنان گفتند دین محمد را ترک کنید و پیروی کنید راه و رویش ما را بار گناهتان برگردنی ما حال آنکه اینها بار گناه کسی را برگردن نخواهند گرفت بگمان آنها دروغ میگویند. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. و البته می بردارند گناهان خود را و گناهان دیگران را با گناهان خود یکجا و همان روز قیامت به سبب دروغ‌هایی که بر هم می‌بافند پرسیده خواهند شد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. و ما نوح را به سوی قومش به پیامبری فرستادیم. او 950 سال در میان آنان بزیست و آنها را به توحید دعوت میکرد و از شرک منع میکرد. پس او را اجابت نکردند زیرا مردم ستم پیشه بودند. پس طوفان آنها را فرا گرفت. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. پس او و کسانی را که در کشتی بودند نجات دادیم و آن کشتی را نشان عبرت برای جهانیان گردانیدیم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. و به یاد آور ابراهیم را آنگاه که به قومش گفت الله یکتا را بپرستید و از او بترسید این برایتان بهتر است اگر بدانید. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هر آینه شما ای قوم غیر الله یکتا بوتان را می پرستید و دروغ‌های بزرگ می بافید. آنهایی را که
غیر الله یکتا می پرستید بیشک نمی توانند شما را روزی دهند. از الله یکتا روزی بجوید و او را عبادت کنید و سپاس گویید، زیرا به سوی او بازگردانیده می شود. پس هر یکی را بر عمل کرده خود جزای مناسب می دهد. و این تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اگر شما وحی را دروغ می بردارید، مردمانی هم که پیش از شما بودند دروغ می شماریدند و بر عهده پیامبر جز تبلیغ روشنگر هیچ چیز نیست. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. آیا نمی بینند که الله چگونه مخلوق را می آفریند سپس از نیستی بازش می گرداند؟ بی‌شبهه این کار بر الله آسان است. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. بگو ای رسول برای منکرانی بس، در زمین سیر کنید و بنگرید که چگونه الله موجودات را آفریده سپس آفرینش آخرین را پدید می آورد. به تحقیق الله بر هر چیز تواناست و هیچ چیز او را عاجز کرده نمی تواند. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هر کی را بخواهد عذاب می کند و هر کی را بخواهد مورد رحمت قرار می دهد و همه به سوی او بازگردانیده می شود. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. شما نمی توانید یعنی الله را درمانده کنید، نه در زمین و نه در آسمان و شما را جز او هیچ کارساز و یاور نیست. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. و آنها که به آیات الله و دیدار او ایمان ندارند و به وقوع آمدن قیامت را انکار می کنند، آنها از سبب مشاهده کردنشان عذاب را در آخرت از رحمت من ناامید شدند. این گونه کسان برایشان عذابی دردآور است. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. جواب قوم ابراهیم علیه السلام این بود که گفتند بکشید او را یا با آتش او را بسوزانید. پس او را در آتش افکندند و الله او را از آتش برهانید و بیشک در نجات دادن ما ابراهیم را از آتش برای قومی که ایمان می آورند و به شریعت او عمل می کنند عبرت های است. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. گفت ابراهیم
هر آینه شما بتانی را به جای الله یکتا معبود خود گرفته اید تا در این زندگانی دنیا میانتان دوستی باشد، ولی در روز قیامت منکر یکدیگر می شوید و یکدیگر را لعنت می کنید و جایتان در آتش است و هیچ یاوری ندارید. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. پس دعوت ابراهیم را لوط تصدیق کرد و ابراهیم گفت بی‌شبهه من به سوی پروردگارم به زمین مبارک هجرت می کنم. هر آینه او پیروزمند و حکیم است. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و دادیم برای ابراهیم فرزند اسحاق را و نبیره اش یعقوب را و در فرزندان ابراهیم پیامبری و کتاب را مقرر داشتیم و پاداشش را در دنیا یعنی به یادداشت نیک و فرزندان صالح دادیم و او در آخرت از صالحان است. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. و به یاد آور ای پیامبر لوط را وقتی که به قوم خود گفت شما کاری زشت را پیش کرده اید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما چنین نمی کرده است. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا هر آینه شما با مردان علاقه جنسی می کنید و راهزنی می کنید و در محفل خود مرتکب کارهای ناپسند می شوید؟ جواب قومش این بود که گفتند اگر راست می گویی عذاب الله را بر سر ما بیاور. قال رب انصرني على القوم المفسدين. گفت لوط ای پروردگار من مرا بالای مردم فسادکار با فرود آوردنی عذاب بر بالایشان نصرت ده. پس الله دعایش را اجابت کرد. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. چون فرستادگانی یعنی فرشتگان به ابراهیم مژده آورد گفتند ما بی‌شبهه مردم این ده را هلاک خواهیم کرد که مردم ستمکار هستند. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراهیم گفت لوط در آنجاست. گفتند ما بهتر می‌دانیم چه کسی در کجاست. بیگمان او و خاندانش جز زنش را که در همانجا خواهند ماند نجات می‌دهیم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن
إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند سخت ناراحت و دلتنگ شد. فرشتگان گفتند مترس و غمگین مباش، همانا تو و خاندانت جز زنت را که در همان جا خواهد ماند نجات می‌دهیم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. همانا ما به مردم این دهه به سبب کرداری بدشان که می‌کردند از آسمان عذاب نازل خواهیم کرد. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. هر آینه از آن دهه برای خردمندان عبرتی روشنی بر جای گذاشتیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و برادرشان شعیب را به اهل مدین فرستادیم. گفت ای قوم من، الله را بپرستید و به روز قیامت امیدوار باشد و در زمین به تباهکاری مکوشید، لیکن توبه کنید، از کرداری بدتان به سوی او بازگردید. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. پس دروغگویش شماریدند و زلزله آنان را فرا گرفت و در خانه های خود به زانو افتاده مردند. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. و عاد و ثمود را نیز هلاک کرده ایم و این از جایگاه سکونتشان برایشان آشکار است. شیطان کارهایشان را در نظرشان بیاراست و آنان را از راه ایمان باز داشت و حال آن که در کفر و ضلالتشان مردم صاحب عقل و هوش بودند گمان میکردند بر راه حق هستند، ولی آنها در ضلالت غرق شدگانند. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. و نیز هلاک کردیم قارون و فرعون و هامان را که همانا موسی با دلیل‌های روشن خود نزد آنها آمد. آنها در زمین تکبر و سرکشی می‌کردند ولی نتوانستند از الله بگریزند. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. پس هر یکی را به سزای گناهشان به عذاب دچار کردیم. به بعض طوفان‌های ریگبار فرستادیم و آنان قومی لوط بودند و بعضی را نعره دهشتناک فرا گرفت. آنان قوم ثمود و مردم مدین بودند و بعضی را در زمین فرا بردیم که آنان قارون و یارانش بودند و بعضی را غرق ساختیم که آنان قوم نوح، فرعون، هامان و قومشان بودند و الله هرگز به آنها ستم نکرده بود، بلکه آنها خود به خویشتن ستم کرده بودند.
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثال آنان که به جای الله دوستانه گرفتند همچون کار عنکبوت یعنی ترتنک است که خانه بساخت به درستی که اگر می دانستند هر آینه سسترین خانه ها خانه عنکبوت است. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. و تحقیق الله یکتا می داند که آنچه را غیر از وی می پرستند چیزی نیست بلکه تنها نام‌هایی است که آنها را نامیدند، نه فایده و نه زیان رسانیده می تواند و او بر دشمنانش پیروزمند است و در کارهایش با حکمت است. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. این مسئله ها را برای مردم می آوریم تا منفعت برند و از آن تعلیم بگیرند و آن مسئله ها را جز دانایان درک نمی کنند. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله آسمان ها و زمین را براستی بیافرید و بیشک در آفرینش آسمان ها و زمین عبرت است برای مؤمنان. اتل ما اوحی الیک من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ای پیامبر، هرچی را از این کتاب قرآن بر تو وحی شده است تلاوت کن و نماز را با ارکان و شرطهایش بگذار که هر آینه محافظت کردن بر نماز آدمی را از فحشا و منکر باز می دارد و دلش منور می شود و ایمانش زیاد می گردد و ذکر الله در نماز و غیر نماز بزرگتر و افضلتر است و الله به کارهایی که از نیک و بد می کند آگاه است. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. با اهل کتاب یعنی با یهود و نصارا به نیکوترین شیوه مجادله کنید مگر با آنهایی که ستم پیشه کردند و بگویید با تمام آنچه بر ما نازل شده از قرآن و آنچه بر شما نازل شده است از تورات و انجیل ایمان آوردیم که همه از نزد الله تعالی است و معبود ما و معبود شما یک است و نه برای او شریک است نه ضد و نه همتای و ما در برابر او فرمان برداریم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
چنان که کتاب‌های سابق را پیش از تو فرود آوردیم، همچنان این کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم. پس اهل کتاب به آن ایمان می آورند و از این عرب‌های قریش و غیر آنها نیز کسی هست که به آن ایمان می آورد و جز کافران کسی آیات قرآن ما را انکار نمی کند. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. و از معجزه های روشن تو این است که تو پیش از آن قرآن هیچ کتابی را نمی خواندی و به دست خود چیز نمی نوشتی. حالا این که آنها این را می دانستند، اگر پیش از وحی الهی خواننده یا نویسنده می بودی، اهل باطل به شک می افتادند. بل هو آیات بینات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بلکه قرآن آیات است روشن که در سینه اهل دانش جای دارد و آیات ما را تنها ستمکاران انکار می کنند. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. و مشرکان گفتند چرا از جانب پروردگارش نشانه های بر محمد نازل نمی شود؟ بگو نشانه ها در نزد الله هست و من فقط بیم دهنده آشکار هستم. اولم یکفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آیا آنان را بسنده نیست که بر تو به تحقیق قرآن فرستاده ایم و بر آنها خوانده می شود؟ در این کتاب قرآن برای مؤمنان رحمت و پند است. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بگو الله به گواهی میان من و شما کافی است که من رسول او هستم. آنچه را که در آسمان ها و زمین است میداند و هیچ چیز بر او پوشیده نیست. کسانی که به باطل ایمان آوردند و به الله کافر شدند، آنها در دنیا و آخرت زیانکارانند. و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. و مشرکان قومت تمسخرانه از تو عذاب را به شتاب می طلبند. اگر آن را موعدی معین نبود، بشبه بر آنها می آمد و حتما ناگهان و بدون آن که خبردار شوند بر آنها فرود خواهد آمد. یستعجلونک بالعذاب و این جهنم لمحیطة بالکافرین. آنان از تو به شتاب عذاب را می طلبند، حال آن که جهنم هر آینه بر کافران احاطه دارد. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم
ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. روز قیامت که عذاب از بالای سر کافران و از زیر پایهایشان آنها را در بر گیرد و الله آن زمان بگوید به خاطر اعمالی که در دنیا میکردید اینک عذاب را بچشید. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون. ای بندگان من که به من ایمان آوردید، اگر از اظهار کردن ایمانتان در تنگی باشد، به تحقیق زمین من فراخ است، پس هجرت کنید و تنها مرا بپرستید. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر کسی چشنده طمع مرگ است و برای حساب و جزا به سوی ما بازگردانیده می شود. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. کسانی را که ایمان آوردند به الله و رسولش و کارهای شایسته کردند، حتما در حجره‌های بهشت جای دهم، از زیر آن جایهای آب روان است، در آنجا جاودانه بمانند. عمل کنندگان را چه نیک مزد است. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. آنها که بر عبادت الله صبر ورزیدند و در دینشان استوار ایستادند و در رزق و روزی خود بر پروردگارشان توکل میکنند. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. چه بسیار جنبندگانی که توان تحصیلی به دست آوردن روزی خویش ندارند و الله آنها را و شما را روزی می دهد و او با گفتار شما شنوا و با کردار و نیتهای شما داناست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. اگر از آنها بپرسی ای پیامبر چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است، حتما خواهند گفت الله یکتا، چون که به انکار این حقیقت قادر نیستند. پس چگونه بعد از این اعتراف برگردانیده می شوند از راه حق، یعنی از توحید؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله روزی هر یک از بندگانش را که بخواهد فراوان می کند یا تنگ می سازد. هر کی را که خواهد هر آینه الله به امور همه چیز داناست و چیزی بر او پوشیده نمی ماند. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. اگر از مشرکان بپرسی ای پیامبر چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را
با آن زنده کرد، حتما خواهند گفت الله یکتا. بگو سپاس الله راست، ولی بیشترینشان نمی فهمند چی به آنها سود می آورد و چی ضرر می رساند. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. زندگانی این دنیا نیست جز بازی و بیهودگی که دلها با آن سرگرم می شوند و بدنها با آن بازی می کنند، به سببی که در آن زیب و زینتها و شهوتها آراسته شده است، بعد از آن زود از بین می رود. و زندگی جهان آخرت زندگی راستین است. اگر مشرکان این دنیای فانی را می دانستند، هیچگاه بر سرای ابدی ترجیح نمی دادند. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. و چون مشرکان به کشتی سوار شوند، از غرق شدنی در بحر بترسند، آن هنگام الله را با اخلاص التجا و عبادت می کنند و چون از غرق شدن نجاتشان داد و به خشکی آورد، در آن حالت باز شرک می آورند. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. تا نعمت را که به آنان عطا کرده بودیم ناشکری کنند و چند روز از لذت‌های زودگذر دنیا برخوردار شوند، البته به زودی خواهند دانست ویرانه عملشان را و آنچه الله آماده کرده است برایشان عذاب دردآور روز قیامت را. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آیا ندیدند کافران مکه که ما حرم را جای امن مردم قرار دادیم، حال آن که مردم در اطرافشان را بوده می شوند و در همه جای بیرون از حرم کشتار و غارت می کنند؟ آیا به بت‌های باطل ایمان می آورند و نعمت الله را ناشکری می کنند؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. پس کیست ستمکارتر از آن که بر الله دروغ می بندد یا به هنگامی که حق یعنی قرآن به سوی او آید دروغ می شمارد؟ آیا در جهنم جایگاه برای کافران نیست که پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم را دروغ می بردارند؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. کسانی را که در راه پیروزی دین ما کوشش کنند، حتما بر راههای خویش هدایتشان میکنیم و الله هر آینه با نیکوکاران است. آنها را نصرت، محافظت و هدایت میکند. شما سوره عنکبوت یعنی ترتنک را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 69 آیت عبارت است. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی گردانیده شده است. این تنها ترجمه معنا است و اگر کجای مؤلف و یا ما به خطا راه داده باشیم، از الله طلب آمرزش میکنیم. آمین.